مادلن اولبرایت سابقه‌دار عرصه سیاسی آمریکا و نخستین زنی که به مقام کاتب دولتی یعنی وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا رسیده بود، در سن 85 از عالم چشم پوشید. دپارتمان دولتی آمریکا گفت مادلن اولبرایت به علت بیماری سرطان وفات کرد. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی گفت تأثیری که او در دپارتمان دولتی از خود باقی گذاشت تا امروز هر روز خدا احساس می شود. او در بسیار کارها پیشاهنگ بود و نخستین زن در مقام کاتب دولتی بود. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ گفت اولبرایت یک قوه تحریک دهنده مبارزه برای آزادی و از طرفداران سرسخت ناتو بود. رئیس جمهور سابق آمریکا جورج بوش خردی گفت اولبرایت خوب میدونست که در جهان ما آزادی های انسانی چه نقش مهمی را بازی میکنند. مادلن اولبرایت سال 1937 در شهر پراگ پایتخت چخسلواکیا در عائله دیپلمات به دنیا آمده. سال 1948 وقتی که همگی 11 سال داشت و قدرت را در چخسلواکیا کمونیست‌ها با زوری به دست خود گرفتند، همراه خانواده‌اش به آمریکا کوشید. سال 1957 وقتی 20 سال داشت مادلن اولبرایت شهروندی آمریکا را به دست آورد. مادلن اولبرایت در زمان پرزیدنتی جیم کارتر به کار در کاخ سفید سر کرد و در ستاد چند نامزد به پرزیدنتی مشاور عاید به مسائل سیاست بین المللی بود. سال 1993 پرزیدنت وقت آمریکا بیل کلینتون مادلن اولبرایت را سفیر در سازمان ملل تعیین کرد. او در این مقام به خصوص با انتقاد تندش برای بیمیلیش در راه پیشگیری از قتل عام در کشور افریقای رواندا در یاد مانده است. سال 1997 پرزیدنت کلینتون اولبرایت را با وجود مخالفت‌ها در کاخ سفید کاتب دولتی تعیین کرد. اولبرایت در این مقام تمام تلاش را به خرج داد که تا مأموریت کلینتون را به دخالت در مناقشه کوسوو و پیشگیری از پاکاری‌های قومی که در این سرزمین رژیم سلابادان میلوشویچ انجام میداد متقاعد کند. جنگ ناتو برای کوسوو را بسیاری‌ها حتی جنگ اولبرایت نام میبرند. او آن وقت گفته بود که من تمام مسئولیت عملیات حربی در نیمکره بالکان را به دوش خود میگیرم، چون که ما نمیتوانیم به آن جنایت‌های ضد انسانیتی که میلوشویچ در اینجا دامن میزند به فرق بنگریم. سال 2012 باراک اوباما مادلن اولبرایت را برای نقشش در استقرار صلح در بالکان به عالی‌ترین مکافات ملکی آمریکا مدال پرزیدنتی آزادی سرفراز گرداند. ماه فوریه همگی چند روز پیش از شروع جنگ اوکراین مادلن اولبرایت بار دیگر از خود درک داد و در یک مطلب در نشریه نیویورک تایمز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را برای قصد حمله‌اش به اوکراین به باد شدید تنقید کشید. اوکراین صرف نظر از آن که همسایه‌اش کیست حق استقلال دارد. این را امروز تمام قدرت‌های بزرگ اعتراف می‌کنند و شما هم جناب پوتین باید این را اعتراف کنید، نوشته بود مادلن اولبرایت در این مطلب آخرینش.